دیگه اشتباه نخر. اکثر دوستایی که میان پیشمون شوینده مناسب پوستشون رو انتخاب نکردن و پوستشون بدتر شده. بیا امروز با هم بریم شوینده هایی که خیلی روشون اشتباه میکنن و اشتباه خرید میکنن یا اشتباه استفاده میکنن رو بررسی کنیم. 1. مثلا شوینده زغال گارنیر فقط شوینده نیست. یک ماسک سه‌کاره هست که هم شوینده، هم ماسکه و هم اسکراب زغاله. برای جوش‌های زیرپوستی و کنترل چربی به خاطر سالیسیلیک اسیدش گزینه مناسبیه. پس تو روزانه نمیتونی از این شوینده استفاده کنی. هفته‌ای 2 بار یا 1 بار، حتی 1 بار هم استفاده کنی کافیه. بیشترش به پوستت آسیب میزنه. دومین شوینده سیمپله. این شوینده سیمپل فقط شوینده نیست. شوینده اسکرابه که هفته‌ای فقط 1 بار میتونی یا حداکثر 2 بار میتونی بزنی. خیلی ملایمه و حتی دونه های اسکراب رو نمیبینی. برای درمان لک، کدری و جوش‌های زیرپوستی خوبه. سومین شوینده هم شوینده سیمپله. ولی تفاوتی که با قبلی داره این شوینده سیمپل رو میتونید روزانه استفاده کنید. و به خاطر داشتن نیاسینامید، ویتامین ای و ویتامین B5 التهاب رو میگیره. برای پوست چرب با سد دفاعی ضعیف و پوستای حساس گزینه مناسبیه. چهارمین شوینده اویل بالانس نوتروژینا هستش. چربی پوست رو کنترل میکنه. برای پوست‌های مختلط که پیشونی و بینی چرب دارن، اگه میخوای نوع پوست رو تشخیص بدی به هایلایت انواع پوست رو مراجعه کن. گزینه مناسبیه. روزانه میتونید استفاده کنید و ضد جوش هم هست. شوینده پنجم شوینده سالیسیلیک نوتروژینا هستش. این یک محصول درمانیه. دقت کنید دوستان، یک محصول درمانیه و روزانه نمیتونید استفاده کنید. هفته‌ای 2 بار بزنید. برای پوستایی که جوش دارن، برای درمان جوش خیلی مناسبه و مناسب پوست‌های چرب و جوش داره. حالا تو بهم بگو کدوم شوینده رو نمیدونی که چقدر و کی باید استفاده کنی. ازم بپرس کامل راهنماییت کنم.